أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از نامهای الله این السلام می باشد که در قرآن یک بار آمده است. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام. و در سنت این نیز بسیار آمده است که ما میگوییم اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا یا ذا الجلال و الاکرام. میگوییم که بار الله تو نامت، یکی از نامهایت السلام می باشد که تو السلام من النقصان و العیب، تو سالم هستی از نقصان و عیب، منزه و پاک هستی. برای همین وقتی که صحابگان در التشهد می گفتن السلام علی الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم این را منع کردن، گفتن بجای این التحیات لله بگوید که التحیات شامل است به معنای خضوع و رکوع و سجده های ما برای الله می باشد. اما السلام علی الله، الله یعنی اللهم انت السلام، میگویم تو سالم هستی از نقصان و عیب، و منک السلام یعنی از تو بر ما سلام است که تو بر ما عافیت و تنصیحت و سالمی را بر ما تو میدهی. تبارکت یا ربنا یا ذا الجلال و الاکرام. در حقیقت وقتی که جبرئیل آمدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله به همسری اولینت که خدیجه بود سلام میگوید، خدیجه که بسیار دانا بودند، گفتند و علی جبرئیل سلام و علیک السلام و رحمت الله، گفتند و ان الله هو السلام. گفتند خدیجه گفتند که الله خودش نامش السلام می باشد، سالم از نقصان و عیب است. اما به جبرئیل سلام گفتند که از جانب الله سلام، یعنی سلامتی عفو و عافیت میخواهم. و اینچنین به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که السلام علیک و رحمت الله. گفتند ببینید خدیجه میدونستند که به الله السلام علی الله گفتن جایز نیست، چون که الله خودش نامش السلام می باشد. اما الله بر ما سلام علی ابراهیم، سلام قولا من رب الرحیم آمده است در قرآن که از جانب الله بر ما سلام، عفو و عافیت و سلامتی. برای اللهم انت السلام و منک السلام. برای همین ما باید این نام رو تطبیق بکنیم که الله سلامت سالم است از نقصان و عیب. الله ما الله بینا، الله ما الله شنوا، الله می شنود، الله ما زنده و پاینده است، الله ما الله دانا است. که این نام ها را ما باید بدانیم و در حیات خود کمی فکر و اندیشه بکنیم، با طلبات این نام الله زندگی بکنیم. ما میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببینیم سلام ما چگونه است. به یک شخص رو میبینیم میگیم که سلام بر تو باد، یعنی از جانب الله بر تو عفو و آسودگی سلامتی میخواهم، و رحمت الله بر تو باد، و برکات الله بر تو باد. بهترین سلام. برای این نام الله السلام می باشد. فهمیدیم این بود شرحی مختصری این نام الله السلام. السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته.